تو همه چیز را به هم بریزی. اعتماد به نفس یک سالک یا یک مبارز مثل اعتماد به نفس آدم‌های معمولی نیست. آدم معمولی اطمینان را در چشم دیگران جستجو می‌کند و اسمش را هم اعتماد به نفس می‌گذارد. ولی یک سالک مبارز اعتماد به نفس را از دیدگاه خود می‌بیند و اسمش را فروتنی و تواضع می‌گذارد. شخص معمولی متکی به دیگران است ولی سالک و مبارز فقط و فقط به خودش متکی. انگار به دنبال سرابی و به جای اینکه به دنبال تواضع یک سالک باشی اعتماد به نفس آدم‌های معمولی را جستجو می‌کنی. تفاوت بین این دو بسیار زیاد است. اعتماد به نفس یعنی اینکه آدم چیزی را که کاملا بداند. تواضع یعنی اینکه آدم در پندار، کردار و احساساتش کامل باشد. تا به حال سعی کردم طبق دستورهای تو زندگی کنم. شاید نتوانم